با سقوط طالبان در افغانستان نام این گروه به قدر کافی به حاشیه رفت. پس از قتل ابن لادن حضور القاعده در سرخط رسانه‌ها کمرنگ شد. نمونه‌های این حرکت تروریستی در منطقه همسال حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان و چند دیگر گاگهی از خود درک می‌دهند، ولی به اندازه قابل توجه سرکوب شدند. گروه موسوم به نام دولت اسلامی به میدان آمد. اینجاست که سوال خلق می شود: چرا حرکت‌های اینچنینی همیشه از بطن جامعه‌های اسلامی پیدا می‌شوند؟ سیف سفر هستم و برای بحث بیشتر کارشناس تاجیک سعدی یوسفی را با خود داریم. خیلی خوش آمدید آقای سعدی. از آن شروع می‌کنیم که چون که در مقدمه گفتیم چرا این حرکت‌های اینچنینی و به اصطلاح تروریستی و افراطگرایی همیشه از جامعه‌های اسلامی بروز می‌کنند؟ دلیلش چیه است؟ من در آغاز می‌خواستم این نقطه را اشاره کنم که اگر ما سوال به شکلی عام مطرح کنیم که یعنی همیشه حرکت‌های تروریستی از بطنی جامعه اسلامی بیرون می آیند، به نظر من این کمی نیاز به اصلاح کردن دارد. به این معنا که خودی تعریفی کلمه ترور یعنی حتما در خود وجود سلاح و جنگ و این چیزا را در خود دارد. پس جنگ ها کارایی نبودن که فقط در جامعه اسلامی شده باشند، منتها بیشتر رسانه‌ای شدن. این است که این گمان و این حدس در ذهن ها با وجود میارد. و الا اگر که ما با این ظهور این گروه ها همچون گروه های جنگجو نظر بکنیم، فقط اینها نبودن در دنیا که جنگ کردند. پیش از اینها و بدتر از اینها هم زیاد بودن. جنگ های جهانی را در یاد بیاریده و خیلی دیگر حوادثی به این مانند در تاریخ بوده است. جنگ های صلیبی بوده است، لشکرکشی های گوناگون بوده است، یورش مغول ها بوده است. تاریخ بشر خیلی جنگ های بدتر از اینها را در یاد دارد. اما در جهان امروز این گروه هایی که به نام گروه های اسلامی نام های مختلف از متن و بطن جامعه های اسلامی که ظهور کردن، اینها بیشتر توجه رسانه های دنیا را جلب کردند و بیشتر رسانه‌ای شدند و این فکر گمانه به بار آوردند. اما در مسئله این که چرا چنین گروه در جهان اسلام با وجود آمده است، این یک بحثی دور و درازی تاریخی دارد. تاریخ البته نه چندان دور، یعنی چند دهه پیش، زمانی که اگر به شکلی بسیار کوتاه و خلاصه عرض کنیم، جهان تقریبا دو قطبه بود. یک طرف کمونیسم در دنیا بود، یعنی در چهره یا شخصیتی، یعنی چه بگیم، یعنی حکومت اتحاد شوروی سابق بود که این بلاک ساخته بود و خیلی کشورهای دیگری هم این هم پیمانی میکردند. چین هم از هم پیمانهای شوروی حساب میشد. و در طرف دیگر بلاک غرب یا کپیتالیسم به تعبیری معمول، اینها چند بار با خود برخورد کردند. مثلا یکی از برخوردهای اینا در ویتنام بود، جنگی بسیار معروف و مشهور است که در آنجا امریکا شکست خورد یا بلاک غرب و شوروی پیروز آمد و میدان دیگر جنگیشان متاسفانه افغانستان انتخاب شد و انتخاب هم نشاید، خلاصه به هر دلیلی بود، متاسفانه این همسایه کشوری ما یک میدان باز زورآزمایی این دو ابرقدرت شد و در اینجا بود که از عنصر جهاد، از عنصر و مفهوم‌های دینی کار گرفته شد و سربازگیری شد به نام جهاد و در اینجا این تحول بزرگ رخ داد و شوروی شکست خورد و از همانجا من فکر میکردم که قدرت های معینه به این نتیجه رسیدن که می شود با استفاده از مفهوم جهاد، با استفاده از مفهوم های جنگ و قتال اینها در دین اسلام می شود مسلمان ها را بسیج کرد، اینها را استفاده بود در جنگ های گوناگون منطقه‌ای یا جهانی. حتی اگر این افراطگرایی و این سازمان دادن گروه های تروریستی اگر کار جهان غرب و آمریکا باشد،
چرا این کار را اینها می توانند با آسانی میان مسلمانان میکنند؟ مثال چرا اینا 1 میلیارد هندو را به این آسانی به هم نمیشورانند، یا مثال مردم چین را یعنی به این کار نمیتونند دعوت بکنند ولی میان مسلمانان این کار را میکنند؟ خیلی سوال مهم به جای هست و من فکر میکنم که میشود از زاویه های گوناگون به این مسئله نظر انداخته. یکیش این که شاید تسلط دین اسلام در ذهن و در دل پیروانش بیشتر از تسلط ادیان دیگر در ذهن دل پیروانش باشد. خب به چه خاطر؟ به این خاطر که بیشترین قربانی را به نام دین و در زیر لوای دین مسلمان ها حاضر بودن که انجام بدهند. خب شاید این فاکتور، یکی از فاکتورها شاید همین باشد. و دیگر علاوه کنید بر این مسئله فقر، مسئله عقب ماندگی، مسئله یعنی خیلی دیگر مسئله های هست. این مجموعی عوامل هست که شرایط برای این فراهم میکند. من همان گونه که گفتم در تجربه افغانستان این چه سنجیده شد، یعنی وقتی که فتواها در کشورهای گوناگون اسلامی صادر شد که در افغانستان جهاد در راه خدا هست و هر مسلمان میتواند در اونجا اشتراک کند و شهید بشود، وقتی این گونه فتواها که صدا دادن، جمعی بسیار بزرگی از مسلمان ها از کشورهای مختلف آمدن و در اینجا عملا جانبازی کردن. یعنی این خیلی تجربه جالبی بود که دقت اونها را جلب کرد و اونها به این خلاصه رسیدن که واقعا این، من البته تفسیر شخصی خود من است که شاید این تسلط دین در عقل ذهن جان مسلمان هاست که همیشه حاضرن برای این مثلا جان فدایی کنن، بیشتر از تجربه را که دین های دیگر دارن. البته در دین در خودی هندویزم هم هستن گروه های افراطگرایی که برای دینشون می جنگن، ولی جنگ های اونا به اندازه جنگ هایی را که مسلمان ها انجام دادن شاید اینقدر قوی و مؤثر واقع نشده است. بعد یک چیز دیگر هم هست که خب وقتی برخورد منفعت ها و سیاست ها اتفاق می افتد، بیشتر اینها در متاسفانه منطقه های مسلمان نشین رخ داده است و اینها هم به ذاتی خود توانستند که مردم جلب جذب کنند و قربانی بدهند. خب حالا بیایم روی دولت اسلامی. دولت اسلامی یا منتیش از طالبان چه فرق دارد؟ یعنی به این معنی که ما جوانان ما به صف داعش یا دولت اسلامی زیاد رفتند، زیاد به اون پیوستند که ما این تجربه را در زمان طالبان نداشتیم. از این خاطر سوال اینجاست که اون داعش چی چیز داشت که جوانان تاجیک را جلب کرد به خود؟ ببینید، من فکر میکنم که اینجا اگر ما در یک صحبت مقایسوی طالبان و داعش یا داعش اگر که به هم دیگر مقایسه کنیم، هر کدام اینها محصول یک شرایط خاصن. خب حرکت طالبان این خصوصیت های مثلا قومی را در خودش داره، زبانی را در خودش داره و در یک محدوده معین و در یک زمان معین پیدا شد برای یک میسیه معین. اگر دقیق تر بگیم، شما بینید وقتی که در افغانستان شوروی شکست خورد و حکومت کمونیستی دست نشانده شوروی فرو پاشید، به میدان حزب حرکت های جهادی افغانی آمدن. وقتی که اینا آمدن، اینها خیلی شعارهای بلند و بالای میدادن. اینا حتی میگفتن که ما این جهاد ادامه میدهیم. یک قدرت بسیار نیرومندی نظامی با شعارها و امید آرزوهای کلان در میدان بود و ظاهرا یک پروژه دیگر اینجا ساخته شد که این نیرو را درگیر آن نیرو بکند یا این را جایگزین بکند. خب بعد طالبان پیدا شد و اساسا یعنی این حرکت هست که اصلی ترین اعضایش از مردمی
پشتو زبان هستند و زبان و خیلی خصوصیت های قومی هم دارد و اینها با میدان آمدن و خیلی از حرکت حزب های دینی که در افغانستان بودن یا جهادی، اینها را از میدان کنار زدن، قدرت گرفتن و تسلط بر افغانستان بر خیلی از منطقه های اینجا حاصل کردن. اما ظهور داعش از اینا فرق میکنه. اینها آمدن زیر نامی دولت اسلامی، خلافت اسلامی، نامهای دیگر، شرایط های دیگر و خودی همون منطقه پیدایشش هم منطقه هست که چند تا منطقه های دیگر را به هم دیگر میپیونده. نه حتی از لحاظ، یعنی شما ببینید در نزدیکی افریقا، در نزدیکی اروپا، این طرفش آسیا، خب یک در یک منطقه بسیار از لحاظ استراتژی بسیار مهم این پیدا شد و جوانای زیادی از کشورهای گوناگون و مختلف جلب جذب کرد و این رنگی دیگرگونه به حرکت داعش داد. یعنی او را یک نوع یک حرکتی بین المللی، اگر چون این تعبیر استفادهش درست باشد، جلوه داد. پس اینجا بود که جلب جذبی جوانا از نقاط مختلفی دنیا صورت گرفت، به شمول جوانای ما هم که رفتن و در صف داعش قرار گرفتن و تا حال هم هستند. پیوستن جوانان تاجیک به این گروه دولت اسلامی هر گونه تعبیر می شد. گروه می گفتند فقر است که اینا را اونجا می برد و این گروه هم میگن که یعنی نبود دانش‌های دینی و دانش‌های دنیوی یعنی منجر به این کار شد. شما چه نظر دارید؟ من فکر میکنم که رفتن یا پیوستن جوانای تاجیک به صف داعش یا دیش یا دولت اسلامی هر نامش میگذاریم یک یا دو عامل ندارد. یعنی اینجا باز هم مجموعه از عوامل هستند که باعث شدن که جوانای ما در کشورهای مثل سوریه و عراق بروند و در نبردهای دیگری بروند اشتراک کنند و جان شیرین خود قربان کنند یا وقتشون در چنین جنگ‌های صرف کنند. بر علاوه آنچه که شما گفتید از فقر، از نداری، از مشکلات، چالش‌های زیادی زندگی، از سختی‌های غربت، اینها همه عوامل بدن و البته مهمترینش هم درکی ناکافی دینی. وقتی که شناختی پره و دقیق نباشد، آدم‌ها به این چیزا گرایش پیدا میکنن و البته همیشه این نیست. یعنی گاه ها می شود که آدم‌ها آگاهانه یک قناعت به یک فکر حاصل میکنن و این باعث می شود که اینها رفته در چون این جنگ‌های حضور پیدا کنن و مبارزه برن. همه اینها من فکر میکنم عوامل هستند که جای خودشون ندارن و یک نقطه بسیار جالبه که من تقریبا در هیچ جای دیگر ذکر این را ندیدم یا کمتر دیدم، این است که احساس گناه کردن. این شاید یک کمی عجیب بنماید ولی من واقعا در همین گزارش های رسیده وقتی که میخواندم حس کردم که چون این چیزی هم هست. مثلا یک کسی به خاطر شهید شدن. شهید شدن چیست؟ یعنی به راه بسیار آسان واردی بهشت شدن. خب و خیلی ها فکر میکنن که آنها آدمای سخت قوتور در فساد، در گناه های زیاده هستند و بهترین راه گناهشویی این همین شهادت است و این فرصت اونا تبلیغ میکنن برای اینا. میگن خب اگر میخواهی بهشت بهترین و آسانترین راهش همین است، جبهه جهاد یا سنگر جهاد مثلا. خب و حتی در همون جمع شما یعنی حتی از شهروندایی که از امریکا و اینا در صف آنها آدمایی رو می‌بینید مثلا یا سابق سراینده بوده است یا آوازخوان بوده است که اسلام آورده است، توبه کرده است و اینجا آمده است میخواد باز شهید. یعنی این یکی از عاملایی هست که این هم جای خود داره. همونه که میگویند فقر است که زیاد جوانان رو اونجا میبرد، ولی ما نمونه های هم داریم که جوانان اروپا در این جنگ اشتراک میکنند.
فرزند از کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس و دیگرها. ظاهرا اونها اونقدر فقیر هم نیستن که بیایند به خاطر پول اونجا بجنگند. پس اونا رو چی مجبور میکند یا چی دلیل است که اونا بیایند؟ بله من گفتم یعنی یکیش اگر فقر نداری و مشکلات چالش های گوناگون باشد، یکی دیگه هم قناعت هست. شما ببینید آدم وقتی به یک فکر قناعت کرد، خب شما ببینید مثلا حزب تحریر در مملکت ما ممنوع است، نمیتونند فعالیت کرده، ولی در بریتانیا مثلا آزاد است، خب میتونه تبلیغات زیاده بکنه. و هر فکر در نهایتش مثلا یک چند جوان را میتونه به خودش جذب کنه. چند پیش در تلویزیون BBC، تلویزیون انگلیسی BBC، یکی از همین جوانای سخت جانبدار خلافت مصاحبه کردند و آشکارا، یعنی شهروند بریتانیا آشکارا حمایت کرد، گفت که من باوری دارم که به موجودیت خلافت اسلامی خیلی از احکام دینی معلق میمانند، تطبیق نمیشوند، پس به خاطر آن که ما تطبیق پره دین داشته باشیم حتما باید خلافت باشد. یعنی این آدم آشکارا این گپا رو در تلویزیون BBC میگه و در یوتیوب هم هست نوارش. بعد وقتی از این میپرسیدن که خب پس این قدر که شما دلبستگی به خلافت دارید، چرا در اینجا شید، چرا نمیرید در همونجا زندگی کنید؟ گفت چون مرا نمیگذارن، اگر بگذارن من میرم. خب در مسئله جوانای اروپایی من فکر میکنم اونجا انگیزه یا عامل فقر کمتر نقش داره، بلکه اونجا عامل قناعت حاصل کردن به فکرهای حزب تحریری یا فکرهای جهادی یا این گونه قناعت ها هست که وقتی در اونا حاصل می شود و اونا می آیند به اینجا. یعنی عمده ترین گپ شما وقتی تحلیل کنید همین از این جوانایی هستند که خیال میکنن که اگر یک ساختاری دولتی که به نام خلافت ساخته شد تمام مشکلات حل میکنه و یک بهشت برای مسلمان ها میسازه و یعنی یک فکرهای بسیار من فکر میکنم که ساده لوحانه هستند. یعنی نظام جهانی را نادیده گرفتن یا با یک انفجار قتل و کشتار برای مسلمان ها دارالاسلام یا بهشتی ساختن، من فکر میکنم در شرایط امروز این کاری زیاد واقع گرایانه نیست. فکر نمیکنید که این گروه های افراطی مانند حزب تحریر و حرکت اسلامی و ازبکستان و دولت اسلامی با هم در ارتباط هستند؟ به این معنی که مثال فردی از حزب تحریر در صف داعش بپیوندد و برعکس؟ آیا یک نمود رابطه‌ای دارن میان خودشان؟ حالا من فکر میکنم که اینها یعنی هم رابطه دارن و هم مشکلاتی در مابین خود دارن. و در چند پیش در رسانه ها این خبرها ذکر میشد که خلیفه بغدادی مثلا راهبر طالبان اعتراف نکرده است، گفته است که شما مشروعیتی راهبریت ندارید، شما یک آدمی بی‌کفایتی هستید و این چیزا. اما از این لحاظ که همه اینها هدفشون ساختن یک ساختاری دینی به خاطر پیاده کردن احکام جنایی یا جزایی دینی هست، از این لحاظ اینا یعنی ببینید در اینا تقارب فکری، نزدیکی، اندیشه دیده میشد. اما اینکه تا کجا اینها یک هستند در یک صف قرار میگیرن، اینش با بستگی دارد از خیلی دیگر منفعت و مصلحت های هر یک حزب و گروه که اونا را خودشون تعیین میکنن و باید منتظر ماند و دید که چی میشد. آیا مثلا در خبرها آمده بود که داعش در افغانستان یک جبهه نو باز کرده است؟ خب وقتی که جبهه نو باز کرده است، آیا در این جبهه کی قرار میگیره؟ آیا طالبان اینها میان در صف داعش بر علیه دشمنی مشترک می جنگند و یا هر کدام در علاهیدگی عملیات میکند؟ ایناش مسائلی هستند که احتیاج به وقت بررسی و کاوش تحقیق دارند. راجع به خطر داعش در آسیای میانه زیاد گزارش ها میرسند، یعنی میگن که امکان است که اینها در آسیای مرکزی هم
پدید بیایند به خصوص در تاجیکستان، شما تا کدام اندازه خطر اینها را واقع بینانه ارزیابی میکنید؟ والا ببینید، اگر از خبرهایی که در رسانه ها میاد ما نتیجه گیری بکنیم، اخیرا در این باره صحبت ها بود یا خبرها نشر شد که روسیه در سعی تلاشی امضای یک پیمان امنیتی با افغانستان است. خب اگر چون این پیمان امضا شود، این عملا به این معنا هست که روسیه احساس میکند که اینجا داعش آمده است و یک خطری هست و البته این خطر فقط تهدید به آسیای میانه یا تاجیکستان نیست، بلکه این فراتر از این است و تمامی کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی همه مشترکاً این تهدید احساس میکنن و این باز بستگی دارد که این حادثه ها تا کجا پیش میروند، تا کجا ترقی میکنند و چگونه به سوی آینده حرکت میکنند. اما تا حال یعنی هیچ عملیاتی قوی در افغانستان با نام داعش عملا صورت نگرفته است و یعنی یا مثلا یگان ولایت یا یگان منطقه کلان را تا حال نشده است یا در خبرها نآمده است که اینا گرفته باشند و یک پایگاهی معین داشته باشند. این چیزا تا حال صورت نگرفته است. اگر هم هست در شکل حدس و گمان ها، احتمال، تحلیل، این چیزا است. از افراطگرایی گفتیم. در تاجیکستان در دایره کارشناسان در برابر افراطگرایی مذهبی عباره با نام افراطگرایی دنیوی هم وجود دارد و تا اندازه ای افراطگرایی دنیوی تعریف نشده است که منظور از این چی است. آیا شما هم در این باره فکر کردید باره؟ ببینید، اگر اصولا ما درباره خودی همین افراط صحبت بکنیم، این میتواند به همان اندازه که یک افراطگرایی دینی باشد، میتواند افراطگرایی غیر دینی هم باشد. من فکر میکنم که اگر از یک شعری سعدی شیرازی کمک بگیریم، در فهم این خیلی ما را کمک میکنه. یک شعر بسیار جالبی داره از شیخ سعدی، میگه که نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. این دقیقاً همین افراط تفریط در خوردن اینجا یعنی آنقدر بخوری که از دهانت برآید، این افراط در خوردن است و آنقدر کم که از گرسنگی بغلطی، این تفریط در این قاعده کلی هست که همان گونه که در خوردن نباید آنقدر بخوری که از دهانت بریزه، نه آنقدر که از پا و پر بمانی. با همون اندازه دیگر در هر مسئله دیگر، یعنی چی در دین است، چی در دموکراسی است، چی در کمونیسم است، در هر ایدئولوژی، در هر اندیشه‌ای که هست، آدم باید همین میانه زرینه رعایت کنه همیشه. خب هرگاه که از همین میانه قدمی به طرف افراط گذاشت یا قدمی به طرف تفریط گذاشت، این انحراف است. چی به نام دین باشد، چی به نام دموکراسی باشد، به هر نامی که باشد، این یک امری مذموم و نکوهیده هست. بله. ولی تا کدام اندازه این افراطگرایی دنیوی در تاجیکستان دیده می شود؟ یعنی اینا چیزایی هستند که نظریاتی هستند که گفته میشن، اما این که مشاهده می شود، البته مشاهده می شود. یعنی ما تندروهای هست داریم در جمهوریمون که با نام دنیویت هم خیلی سختگیری های ناجا میکنن، خیلی موضع گیری های نادرست میکنن. این چیزا وجود دارن در مملکتی ما. میگه به یک چینکی معین بگیم. ما نظر شما را نسبت قضیه فرانسه جای ندیدیم یا شما گفتید و ما اون را نخواندیم. منظورمون قضیه شارلی ابدو است. شما خیلی پیگیری میکنید. من در اون مورد شما چی نظر دارید؟ خب چی مثلا؟ یعنی منظورم زمانی که قضیه فرانسه رخ داد، اونجا مردم به دو سنگر جدا شدند. برخی گفتن که ما شارلی ابدو هستیم و دیگرها گفتن که نه، ما برخلاف اینا هستیم. شما در این میان
در کجا هستید؟ بله ببینید، من واقعا وقتی که همین حادثه شد، یکی از دوستایم که در استرالیا هست، من او را این سوال دادم، گفتم که شما همین نشریه را میتونید به دست آورده و دیده؟ خب در تاجیکستان ما نمیاد. گفت من واقعا دیدم همین چیزا، یعنی در دستم گفت دیدم. گفت خب صورت یک آدم ریشداری هست ولی هیچ جا نوشته شدگی نیست که این عکس کیست. یعنی این یکی موضع گیری من همچون یک فرد مسلمان این است که هر نوع استهزا، هر نوع کاریکاتور یا بدگویی، هر کسی که احساسات دینی یک انسان دیگری را جراحت دار میکنند، این کار غلط است. بعد غربی ها وقتی که مثلا میگن که در ما تمسخر به دین، استهزای ارزش های مذهبی یک چیزی پذیرفته شده هست، ما چی پاسخی در این ارتباط داریم؟ ما میتونیم گفته که در ما این چیزی پذیرفته شده نیست. خب اونها خیلی بهانه های هم آوردن، گفتن مثلا ما ارزش های یهودی را، ارزش های مسیحی را هم یعنی کاریکاتور کردن. پس چرا اسلام که یکی از دین‌های موجود در فرانسه هست، چرا این را کاریکاتور، چرا باید از این قاعده استثناء باشد؟ اما فراموش میکنن که اکثریتی پیروای دین اسلام در فرانسه نیستن، اینها بیرون از فرانسه هستند و در محیط‌های دیگری زندگی میکنن. ببینید وقتی که در اونجا تمسخر و استهزا به گفته آنها یک چیزی طبیعی هست، ولی در ما یک چیزی طبیعی نیست و این کار عاقلانه نیست که شما یک کاری بکنید که بیش از 1 میلیارد اهالی کره زمین را به غضب بیارید یا غمگینشان کنید اونها را. یعنی من این است موضع گیری من که محکوم میکنم من هر نوع استهزایی را که احساسات مذهبی یک انسان دیگر را. ببین دین همیشه حضورش در ذهن‌ها یک حضور مقدس است، فرق نداره او کدام دین است، برای هر انسان دینش عزیز است و نباید آدم یک چیزی که برای کسی دیگر عزیز است به همین شکل بسیار بد بخیزه او را مثلا تمسخر کند. این یک. دومش این که در ارتباط با حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ما میدانیم که این نمیدونم حالا از سوال شما کمی بیرون میریم، یعنی در اسلام هیچ جای عکسی از او یا پیکره از او این چیزا نیست. در اسلام این چیزا جایز دانسته نمیشوند. این به عبارت دیگر اسلام خواسته است که حضور آنها یک حضور معنوی در دل جان عشقی انسان ها باشد. به همین خاطر هیچ کسی نمیتواند رسمی او را بکشد. و این کار هم که در فرانسه شد، من فکر میکنم ضررش بیشتر از فایدهش بود. این همه احساسات جریحه دار، این همه قیامت هایی را که با پا نکرد، رعد برقی که نکرد. تشکر از شما.